گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 61. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. حکمرانی اولوغبک. در دوره سلطنت شاهروخ دولت تیمور به دو قسم جدا شده بود. قسمت اول دولت خود شاهروخ که مرکزش هرات و دوم دولت اولوغبک که مرکزش سمرقند بود. هنگامی به تخت نشستن اولوغبک که 15 ساله بود، حاکمیت به دست یکی از سرلشکران تیمور، شاه ملیک اداره می شد. سال 1410 سرلشکر دیگر تیمور، حاکم ترکستان، با لشکر زیاد به سمرقند هجوم کرد. اولوغبک به این لشکر مقاومت کردن نتوانسته فرار نمود. شاهروخ از این واقعه آگاه شده به سمرقند آمد و حاکم ترکستان را شکست داد. با خواهش اولوغبک سال 1411 او از جانب پدرش عملاً حکمرانی ماوراءالنهر گردید. اما در این حالت هم شاهروخ حاکمیت عالی را اداره میکرد. اولوغبک سال 1 یا 2 بار به هرات رفته از نتیجه کارهایش به شاهروخ حسابات میداد. سال 1414 اولوغبک به مقابل حاکم فرغانه احمد لشکر کشیده آن را شکست داده قلمروش را به حاکمیت خود همراه کرد. بعداً او قاشغر را هم گرفت. اما رقیبان اساسی اولوغبک ازبکان قوت گرفته و مغولستان بودند که وی را به تشویش می انداختند. در ابتدا اولوغبک موفق گشت که گماشته های خود را به این قوم و ملک ها حاکم نماید. اما من بعد آنها از اطاعت اولوغبک سر پیچیدند. با وجود این سال 1425 اولوغبک در ناحیه ایسیقکول و نهر ایلی امیران مغولستان را شکست داد. پس از 2 سال لشکر اولوغبک در مبارزه بر ضد ازبک های بادیه‌نشین شکست خورده این قبیله مملکت را غارت نمودند. شاهروخ بعد شنیدن این واقعه به سمرقند آمده ازبکان بادیه‌نشین را تارومار کرد و به گناهکاران اساسی حکومت اولوغبک جزا داده خود اولوغبک را از حاکمیت دور کرد. اما باز حاکمیت را دوباره به او داد. از این پس اولوغبک در لشکرکشی ها راهبری نمی کرد. دسته هایی که به مقابل بادیه‌نشینان روان می نمود چندان موفق نمی شدند. بنابراین ازبکان بادیه‌نشین قسمتی مهم خوارزم را اشغال کرده چند بار به ماوراءالنهر و مضافات‌های شمالی ایران هجوم نمودند. در زمان حکمرانی اولوغبک در ماوراءالنهر 1 درجه حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بهتر شد.
اولوغبک بسیار از دانشمندان را به سمرقند دعوت کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای او این بنیاد رصدخانه می باشد که در آنجا با اشتراک خود اولوغبک جدول نوی نجومی ترتیب داده شد. همچنین با امر اولوغبک در سمرقند، بخارا، کش و غیژدوان بسیار بناهای بزرگ و محتشم ساخته شدند که مدرسه ریگستان سمرقند از جمله آنها می باشد. در هرات باشد شاهروخ قانونهای شریعت اسلام را جدی‌تر رعایت می کرد. از این سبب از مردم نیز اجرای احکام شریعت طلب کرده می شد. با وجود این در آنجا علم و فرهنگ تا درجه انکشاف یافت. پسر شاهروخ بایسونقور کتابخانه بزرگ ساخته در آنجا دانشمندان را دعوت نمود. در این کتابخانه اثرهای پیشین کتابت می گردید، از جمله شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در این کتابخانه تهیه شد. قتل اولوغبک، نزاع‌های فئودالی. سال 1447 شاهروخ وفات کرد و پسرش اولوغبک مدت در هرات قرار گرفت. در همین وقت ازبک های بادیه‌نشین به سمرقند هجوم کرده شهر را در محاصره گرفتند. اولوغبک برای مبارزه بر ضد ازبک ها به سمرقند رفت و در اثنای راه به دسته های دشمن دچار شد و لشکرش تلفات کلان داد که این باعثی پس‌شوی اعتبار او گردید. باوری مردم از حکومت کاهش یافت. با استفاده از این فرصت پسر اولوغبک عبداللطیف با مقصد به دست آوردن حاکمیت با تبلیغ و تشویق روحانیان و مقابل پدر خود اسیان برداشت. اولوغبک شکست خورد و ماه اکتبر سال 1449 با فرمان پسرش به قتل رسانیده شد. اما عبداللطیف نیز دیر حکمرانی کردن نتوانست و پس از 6 ماه در نتیجه سوءقصد کشته شد. چنین مناقشه های بین خودی امیران تیموری به قبیله های بادیه‌نشین امکانیت داد که موقع خود را در ماوراءالنهر باز هم مستحکم نمایند. پس از این گونه واقعه ها به ابو سعید که از اولادان میرانشاه بود میسر گردید که با کمک سردار قبیله های بادیه‌نشین عبدالخیرخان حاکمیت خویش را در ماوراءالنهر برقرار نماید. در زمان حکمرانی او سالهای 1451-1469 تعصب دینی رواج یافته، علم و ادب کاهش یافت و ماوراءالنهر همچون مملکت پیشقدم شرق اهمیت خود را از دست داد. در همین دوره در خراسان نیز برای تاج و تخت مبارزه می رفت. ابو سعید نیز یکی از اشتراکچیان این مبارزه ها بود. به او میسر گشت که هرات را گرفته سرزمینی پهناوری را از تیانشان تا بغداد و از دشت قرقیز تا دریای هند در تحت تصرف خود درآورد. اما این ملک ها به نام به هیئت حکومتی او داخل می شدند. ماوراءالنهر از سال 1469 به دست فرزندان سلطان ابو سعید گذشت و خراسان به اختیار اولاد عمر شیخ قرار گرفت. بزرگترین نماینده این خاندان سلطان حسین ابن منصور ابن بایقرا بود که در هرات حاکمیت خود را برقرار نموده مدتی 40 سال سلطنت کرد. دوم، خواجگی، مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی. وضع عمومی خواجگی و استثمار دهقانان. در زمان حکمرانی تیموریان
وضعیت خواجگی نسبت به زمان مغول‌ها در ماوراءالنهر و خراسان بهتر گردید. هرچند تیمور ضمن لشکرکشی‌هایش بسیار شهرها را خراب و مردم زیاد را به قتل رسانیده باشد هم، برای برقرار نمودن نظامی آبیاری ویران کرده مغول‌ها و وسیع گردانیدن زمین‌های کیشت در چند از ولایت‌های حاکمیت خود تدبیرها اندیشید. از جمله در مرو در وادی دریای مرغاب کارهای زیادی آبیاری انجام داده فرمود که سرکرده‌های حربی و شخصان عالی منصب از مرغاب کانال برآورند. در منبع‌های تاریخی 20 عدد آن تصدیق خود را یافتند که با نام سرکرده‌ها و منصبداران اهل تیموری نام گرفتند. در زمان تیمور و تیموریان انداز اساسی زمین خراج بود. آن به دو شکل، یکم به طریق مال یعنی حصه از محصولات و دوم از روی مساحت زمین به طریق پول ستانده می شد. اما خراج اساساً به شکل مال رویانده شده حجمی معین داشت. عملداران برای بر زیاد ستانیدن اندازها جزا داده می شدند و بعضاً وقتها اندازی بر زیاد ستانده اشان را به صاحبانشان برمی گردانیدند. طبق اخبار سرچشمه ها در حالتهای لشکرکشی و یا نزاعهای بین خودی در یک سال چند بار انداز می ستانیدند و یا معیار انداز را زیاد می کردند. غیر از خراج واردات زمین در عصرهای 15 اندازهای دیگری علاوگی نیز وجود داشتند. معاش بسیار از منصبداران از همین گونه اندازها پرداخت می شد. دیگر از انداز زمانی تیموریان انداز سرشمار بود. این نوع انداز را مغول‌ها هنگام اشغال آسیای میانه جاری کرده بودند که سریکسی نام داشت. غیر از این اندازی دودی نیز وجود داشت که با سبب دود انداختن ستانیده می شد. در برابر اینها به ذمه اهالی یک قطار عهده‌داری‌های دیگر گذاشته شده بود. مشکل ترین آن انداز پاچته الاغ بود که هر یک نفر عهده‌دار بود به قاصد اسب دهد و انداز پیشکش نماید که تحفه به حساب می رفت و برای این گونه عهده‌داری ها حد مقرر کرده نشده بود. در زمان تیموریان برزگران را در ساختمان و تعمیر حصار و قلعه، کافتن و تازه کردن کانال و کاریزها و غیره کار می فرمودند. این شکل مجبوریت بیگاری نامیده می شد و برای اهل مهنت باری وزنین بود، زیرا آنها از کار اساسیشان می ماندند. استثمار عامه خلق از طرف طبقه حاکم به حد نهایی رسیده بود. با وجود این تیمور و بعض تیموریان در سیاست مالیاتی خود معیارهای معین شده را رعایت می کردند و پیش راه خودسری صاحب منصبان را می گرفتند. این برای ترقیات خواجگی دهقانان شرایط مساعد فراهم نآورده باشد هم به هر حال آن را از خرابی تمام نگاه داشت. باید قید کرد که خودی اهالی شهر و دهات در موردهای خودسری و اندازگیری‌های غیر قانونی مأموران خراج و مقابل حاکمیت اعتراض می‌نمودند یا بعضاً عامه دهقانان به ولایت‌های دیگر می‌کوچیدند. از این سبب حکومت مجبور می‌شد که اندازهای از معیار زیاد را بیکار کند. درباره زمینداری جماعتی در دوره تیموریان معلومات نیست، ولی همه اعضای جماعت نسبت به زمین آن حقوقی برابر داشتند. بنابراین هنگام خرید و فروش، بخشیش به وقف و غیره یگان قطعه زمین را جدا کردن ممکن نبود. حتی به تاکزار هم حقوق عمومی وجود داشت. شودگار و کیشت و زراعت پروری به طور جداگانه صورت می گرفت. هر یک عضو جماعت در این کار حصه خود را می گذاشت، ولی در بین اعضای جماعت با حدود معین جدا شدن قطعه زمین معلوم نیست. این زمین ها به جماعت به طور ابدی تعلق داشتند
که این امر واقعی امتیاز دهقان جماعتی را نسبت به دهقان اجاره نشین نشان می دهد. دهقان جماعتی باشد عایدات زمین را نه فقط به دولت بلکه به صاحبان وقف و شخصان جداگانه زمیندار نیز می پرداختند. یعنی آن وقت زمینداری جماعتی به نوعهای گوناگون زمین‌های دولتی، وقف و میلک‌های فیودالی دخل می‌کرد. بنابر آن دهقان جماعتی را فقط به زمین‌های دولتی علاقمند کردن نشاید. قسم زیاد دهقانان را اجاره نشینان سهمکار تشکیل می‌دادند. مهلت اجاره نباید از 3 سال می‌گذشت. ضرورت عوض کردن زمین اجاره باعثی بیش از پیش افزودن فایده زمینداران اجاره گذار گردیده بود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 61. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.